سلام به همه، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. یکی از موضوعاتی که توی آزمون محاسبات از بحث استاندارد 2800 معمولا از اون سوال پرسیده میشه، میزان آشنایی و تسلط محاسب و شرکت کننده در آزمون با نیروی برش پایه حداقل هست و اینکه آیا میتونه یک رابطه ای بین حاکم شدن برش پایه حداقل و ارتفاع سازه از حیث زمان تناوب برقرار بکنه یا نه. بنابراین من یک سوالی رو از آزمون مرداد 1403 برای شما انتخاب کردم که میخوام این رو با ویرایش 5 حل بکنم و ببینیم اگه با ویرایش 5 حل بشه ماجرا به چه ترتیبی است. میگه در طراحی یک بیمارستان، خب بلافاصله که میگه بیمارستان من یاد این میافتم که این ساختمان اهمیتش خیلی زیاده. دوستان میدونن دیگه در دسته‌بندی ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد در ساختمان‌های ضروری بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها جزو کاتگوری الف قرار میگیرن. پس ساختمان با اهمیت خیلی زیاد با ضریب اهمیت 1/14 هست. خب پس اینجا بر خودم می‌نویسم آیه ای 1/14. قاب خمشی بتون آرمه ویژه. قاب خمشی بتون آرمه ویژه ضریب رفتارش طبق جدول ضریب رفتار استاندارد 2800 در ویرایش 5 6.5. بر روی خاک نوع 2 در شهر تهران. حداقل ارتفاع سازه نسبت به تراز پایه یعنی H چقدر باشد برای اینکه ضریب زلزله استاتیکی مقدار ثابتی شود. ببینید وقتی میگه ضریب زلزله استاتیکی مقدار ثابتی بشه یعنی CAU باید یه عدد ثابتی باشه. چه موقع CAU یه عدد ثابتی میشه؟ زمانی که CAU تابعی از زمان تناوب نباشه، چون فقط وقتی که تابعی از زمان تناوب نباشه یه عدد ثابتیه. به عبارت دیگه باید CAU مساوی CAU مینیمم بشه، یعنی ضریب برش پایه با ضریب برش پایه حداقل با هم برابر بشن تا شما با تغییر در زمان تناوب هیچ تغییری در مقدار ضریب CAU تون نداشته باشید. میگه جداگرهای میانقابی از سازه جدا هستند، پس اثر کاهشی بر زمان تناوب ندارن. ضمناً میگه برای تعیین نیروهای زلزله بر اساس زمان تناوب دینامیکی بوده. تعیین نیروی زلزله بر اساس زمان تناوب دینامیکی بوده که از 1.25 زمان تناوب تجربی و نیم ثانیه بزرگتره. حالا این 1.25 زمان تناوب تجربی میدونید که توی ویرایش 4 آیین‌نامه به صراحتاً میگه که شما از تی دینامیکی به شرطی میتونید استفاده بکنید که مقدارش از 1.25 زمان تناوب تجربی کوچکتر باشه. اگر تی دی از 1.25 زمان تناوب تجربی بزرگتر شد، پس می‌نویسم در غیر این صورت زمان تناوبی که در محاسبه نیروی برش پایه حساب می‌کنیم میتونه همون 1.25 تی تجربی باشه. در واقع این هدف طراح سوال تست این موضوع شما بوده که بدونید اگه زمان تناوب دینامیکی از زمان 1.25 زمان تناوب تجربی بزرگتر شد، شما زمان تناوب دینامیکی یا همون زمان تناوب محاسبه نیروی زلزله رو میتونید 1.25 تی تجربی بگیرید. این عدد در ویرایش 5 شده 1/14. یعنی اگه بخواد طراح این سوال رو بر اساس ویرایش 5 طراحی بکنه، می‌نویسه تعیین نیروی زلزله بر اساس زمان تناوب دینامیکی بوده که از 1/14 زمان تناوب تجربی و مثلا نیم ثانیه بزرگتر شده. خب ولی من همچنان مسئله رو با 1.25 تی تجربی جلو میبرم. خب برای اینکه ما نیروی برش پایه حداقل رو داشته باشیم، اول باید بریم برای شهر تهران شتاب طیفی بیشینه رو روی سنگ بستر در زمان تناوب کوتاه و زمان تناوب 1 ثانیه به دست بیاریم. خب هر جوری که راحتید، مثلا با استفاده از نقشه های پیوستی که
در استاندارد 2800 ویرایش 5 اومده، یا با استفاده از نرم افزارهای مختلفی که در حال توسعه هست میتونید این مقادیر SS و S1 رو برداشت بکنید. اخیراً یکی از همکارها و دوستانم آقای خسرو آبادی برای من زحمتی کشیدن، یه لینکی فرستادن در مورد استفاده از یه نرم افزاری که ایشون توی اکسل توسعه داده و با استفاده از نرم افزار در اکسل شما می توانید در واقع اون مقادیر مورد نیازتون رو، یعنی اون شتاب طیفی کوتاه و 1 ثانیه رو به راحتی برداشت بکنید. بنابراین با هر نرم افزاری که مد نظرتون هست، از جمله مثلا نرم افزاری که آقای خسرو آبادی دیدم توسعه داده که برای 1133 تا از شهرهای ایران این نرم افزار میتونه شتاب طیفی روی سنگ بستر برای زمان تناوب کوتاه و 1 ثانیه بده، میتونید از این استفاده بکنید. علی ای حال SS و S1 برای تهران بر حسب G 1.14 و 6 G هست. ضمناً با استفاده از جدول 2.1 و 2.2 برای اینکه ما بتونیم این مقادیر شتاب طیفی بیشینه رو از سنگ بستر منتقل بکنیم به سطح ساختگاه، خب این ضرایب تبدیل رو باید داشته باشیم، یعنی FS رو از جدول 2.1 میاریم برای خاک نوع 2 و SS 1.14 میشه 1 و F1 رو هم یا F1 رو هم برای خاک نوع 2 و S1 برابر 6 میشه 2.1. بنابراین شتاب طیفی بیشینه روی سطح ساختگاه برای تهران در زمان تناوب کوتاه و 1 ثانیه میشه 1.14 و 1.26. خب ما در واقع مقادیر شتاب طیفی طرح رو احتیاج داریم. خب خیلی آسون مقادیر SMS و SM1 رو 2/3 برابر میکنیم تا مقادیر شتاب طیفی کوتاه و 1 ثانیه در سطح زلزله طرح به دست بیاد. ضمناً در ویرایش 5 برای به دست آوردن T0 و TS 2 تا رابطه داده شده. T0 0.2 SD1 به SDS هست که میشه 18 ثانیه، TS هم SD1 به SDS هست که میشه 9 ثانیه. خب بنابراین ما میتونیم ضریب برش پایه حداقل رو یا CAU مینیمم رو از استاندارد 2800 به کمک رابطه 3 یا ضابطه 3921 داشته باشیم. 44,000 SDS در IAE. SDS که 933,000 بود، IAE هم چون بیمارستان بود 1.14 میشه 57,000 که این باید از 100 بزرگتر باشه. ضمناً ساختمون ما توی اسوان 16 مستقر هست. 2800 ویرایش 5 میگه برای اسوان بزرگتر از 16 علاوه بر این رابطه 35 2800 هم باید به عنوان CU مینیمم انتخاب بشه، یعنی نیم اسوان نیم ضرب در اسوان تقسیم بر RU تقسیم بر نسبت RU به IAE. RU که 6.5 بود، IAE 1.14، این نسبت میشه 65,000. پس CAU مینیمم ما انتخاب میشه 65,000. ضمناً برای به دست آوردن مقدار CAU هم رابطه استاندارد 2800 اینه. SA تقسیم بر RU بخش بر IAE. خب با توجه به اینکه RU 6.5 و IAE 1.14 هست، مسلماً برای اینکه CAU مینیمم حاکم بشه باید این شرایط برقرار باشه دیگه. در واقع 2800 میگه اگر CAU شما کمتر از CAU مینیمم شد، آنگاه CAU شما همون CAU مینیمم هست. پس با توجه به اینکه ما میخوایم CAU مینیمم حاکم بشه، باید CAU 2800 یعنی همون SA تقسیم بر RU بخش بر IAE از CAU مینیمم که 65,000 شده کمتر بشه. خب این به این معنا هستش که مقدار شتاب طیفی شما باید کمتر از 0.3 بشه، شتاب طیفی طرحتون. خب تو صورت سوال گفته که زمان تناوب دینامیکیمون از 1.25 تجربه بزرگتره و از نیم ثانیه بزرگتره.
این سوال چون بر اساس ویرایش 4 طرح شده، اینجا بلافاصله طراح میره و زمان تناوب دینامیکی که همون زمان تناوب اصلی هست رو میگیره 1.25 زمان تناوب تجربی و مسئله رو میبره جلو. چون طبق ویرایش 3 نمیتونه از 1.25 تجربی بزرگتر بشه، ولی طبق ویرایش 4 ولی طبق ویرایش 5 زمان تناوب تحلیلی نباید از 1.4 تی تجربی بزرگتر بشه. پس الان که 1.25 گفته بزرگتر از 1.25 یعنی هنوز تا 1.4 جا داره. پس تی تحلیلی شما میتونه یه چیزی بین 1.25 تا 1.4 تی تجربی باشه. دقت میکنید؟ پس طبق این مسئله بازه‌ای که تی دینامیکی شماست میتونه از 1.25 تی تجربی که خودش گفته بزرگتره تا 1.4 تی تجربی باشه. اگه بزرگتر از 1.4 تی تجربی شد که تی رو باید بگیرید 1.4 تی تجربی. در غیر این صورت زمان تناوب تحلیلیتون میتونه تو این رنج در تغییر باشه. من در ادامه برای اینکه بشه این مسئله رو به نتیجه برسونم فرض میکنم که در واقع اون ارتفاع ساختمان رو جوری به دست بیاریم که این بحث تی دی بزرگتر از 1.25 تی تجربی تامین بشه. یعنی من ترشولد پایین رو یا مارجین پایین رو به عنوان محدوده زمان تناوب تحلیلی در نظر میگیرم. حالا ببین این یعنی چی؟ اولا در قابای خمشی ویژه بتونی در ویرایش 5 تی 47,000 اچ به توان 9 دهم. خب اگه برید تو صورت سوال نگاه بکنید، تو صورت سوال حد پایین ارتفاع رو تو گزینه ها 36 متر داده، حد بالا رو هم 51 متر داده. بنابراین من اگه از همین دوتا حد استفاده بکنم، یعنی از کوچکترین ارتفاع و بزرگترین ارتفاع و زمان تناوب تجربی رو به دست بیارم، برای حد پایین زمان تناوب تجربی میشه 1.18، برای حد بالا میشه 1.62. حالا چرا اینو به دست آوردم؟ به خاطر اینکه خب من میخوام فرض بکنم که زمان تناوب دینامیکی من از 1.25 اینها بزرگتره، یعنی تی دینامیکی باید از 1.48 ثانیه برای حد پایین و 2.02 برای حد بالا بزرگتر باشه. خب حالا این به چه معناست؟ این به این معناست که در محدوده ارتفاعی که مسئله داده، یعنی از 36 متر تا 51 متر، قطع به یقین زمان تناوب سازه شما از 0.9 ثانیه بزرگتره. چون میدونید که طبق 2800 ویرایش 5 اگر زمان تناوب شما بزرگتر از TS که تو این مسئله شده 0.9 ثانیه، ما به دستش آوردیم دیگه اینها، اگر T از TS بزرگتر شد که مال ما قطعا میشه و از TL کوچیکتر، چرا؟ چون ما با 51 متر زمان تناوب شد 2 ثانیه، از 6 ثانیه 2800 همچنان کمتره، یعنی ما توی این محدوده دوره تناوبی هستیم. خب برای این محدوده دوره تناوبی مقدار شتاب طیفی که آیین نامه میده یعنی SA مساوی هستش با SD1 تقسیم بر T. خب این باید کوچکتر مساوی 0.3 بشه دیگه، همین بالا حساب کردیم. یعنی چی؟ یعنی زمان تناوب سازه شما باید بزرگتر باشه از نسبت SD1 که 84 صدمه به 0.3. به عبارت دیگه یعنی پریود سازه شما باید از 2.8 ثانیه بزرگتر باشه. خب حالا اگه ما فرض بکنیم که زمان تناوب دینامیکی اینجا دقیقاً اون فرضی که میگم برقرار، یعنی دقیقاً زمان تناوب دینامیکی اون بشه دقیقاً 1.25 تجربی، یعنی اون ترشولد پایین. بنابراین اگه 2.8 رو مساوی 1.25 ضرب در این اشتباه طیفی 47,000 اچ به توان 9 قرار بدیم، در این صورت اچ میشه 73 متر. حالا اگه ترشولد بالا رو بذاریم، یعنی این بشه حد اکثر مقدار زمان تناوب تحلیلی، ببینیم اچ چی به دست میاد. میشه تقریبا 65 متر، حالا 64.5 متر.
یعنی اگر ما فرض بکنیم در این مسئله زمان تناوب دینامیکیمون رسیده به سقف مجاز 1/14 زمان تناوب تجربی، ارتفاعمون 64.5، چون گفتیم دیگه این تی دینامیکی بر اساس ویرایش 5 توی این صورت سوال میتونه بین 1.25 تا 1/14 در تغییر بشه. اگر هم زمان تناوب در واقع تجربی ما دینامیکی ما برابر ترشولد پایین شد، یعنی 1.25 47,000 h به توان 9 در این صورت h میتونه 73 متر باشه. به عبارت دیگه h مسئله من یه جایی بین 64.5 متر تا 73 متر در تغییر. تو این محدوده اگر در واقع h من تعریف بشه، من اولا به شتاب طیفی در واقع به ضریب برش پایه مینیمم میرسم، ثانیاً زمان تناوب دینامیکی من یه چیزی بین 1.25 تی تجربی تا 1/14 تی تجربی خواهد بود. مسلماً اگر ارتفاع من در واقع چیزی پایینتر از 64.5 باشه، مثلا بذارید برای من چه محدوده‌ای مثلا کمتر از 64.5 چه بزرگتر از 73 اگر محدوده ارتفاعی من باشه، دیگه احتمالاً اون شرایطی که توی مسئله مد نظر هست تأمین نخواهد شد. سوال به نظرم سوال جالبیه. حالا شما هم اگر حل منو یه دور بررسی بکنید و کامنتی دارید حتما اعلام بفرمایید. اگر هم فکر میکنید جایی من اشتباه کردم یا لازمه که با یک روش دیگه این مسئله حل بشه، خیلی خیلی خوشحال میشم که به من اطلاع بدید. متشکرم که این ویدیو رو تماشا کردید. براتون بهترینا رو آرزو میکنم و خداحافظ.